تمامیت ارضی شرط گذاشتن برای یک هموطن، من اصلا اون شرط رو هیچ به نظر من اصلا توهین به یک هموطن که بگید بیایید با هم شرط ببندیم که تمامیت ارضی کشور رو به هم نزنیم. یعنی اینجا من این مشکل تو تمامیت ارضی که بعضی از گروه‌ها به شکایت کردن رو هم این گونه در نظر میگیرم که شما با یک دشمن خارجی در کار نیستی که با دشمن خارجی بگیرید تمامیت ارضی مملکت موضوع اصلی ماست که باید موافقت کنیم. وقتی در مورد سکولار دموکراسی صحبت می‌کنیم این موضوعیه که فکر نمی‌کنم هیچ گروهی بگه مخالفم یا در مورد این صحبت شده باشه، ولی وقتی در مورد این شرط می‌ذارید در مورد مردمی که داخل کشورن، من اینو اصلا به نظرم اصلا خیلی جالبم نیست. تو هیچ فلسفه سیاسی هم نمیشه در مورد این صحبتی اصلا جای، نمیخوام کلمه زشتی به کار ببرم بگم مضحکه، ولی در مورد هموطنت نمیتونی تمامیت ارضی رو در نظر بگیری. در مورد اینکه انقلاب از کردستان شروع شد، خب شعار انقلاب الان ایران ژنژیان آزادیه. زبان این انقلاب معلوم از کجا شروع شد. قهرمان این انقلاب اصلا پدرش اینا بود که با اینکه سپاه پاسداران این همه فشار بود که در تاریکی بیان تمام کشتای قبلی ایرانم مراسم و مخفیانه و بدون حضور مردم انجام بدن، در قبرستان سقز بود که مردم این شعار دادن و مردم سقز بودن که شروع کردن. حالا اینکه کرد بودن گناهی ندارن که ما الا بلا بگیم حتما تهران شروع کرده، چون که جمعی جلوی بیمارستان جمع شدن با حمایتی که مردم ازشون خواستن، بعداً پخش شد، نه شعاری بود نه چیزی بود. روز بعد انقلاب از کردستان شروع شد. اصلا این انقلاب از کردستان شروع شدنش باعث شده که این همبستگی، اون اتحادی که تاریخ ایران برای 100 سال ندیدش الان دیده، اینو باید حمایت کرد. اینو برای همین باید اصرار کرد و تکرار کرد که این انقلاب از کردستان شروع شده و با زاهدان و با بلوچستان داره ادامه پیدا میکنه، چون این اتحاد مردم ایران رو بیشتر میکنه و این گونه صحبت کردن نه تنها مفید نیست، من اینو به ضرر انقلاب مردم ایران میگیرم. در مورد جمعی هم که امروز بود به نظر من مفید بود، مثبت بود، عالی بود که نشون بده یک گروهی دارم حداقل بتونم با هم سر یک میز گفتگو بشنم و صحبت کنم. در مورد اشخاصی که تو این جلسه بودن خب نکات خیلی زیادی هست میشه در موردش توضیح داد، ولی اینکه خودشون اعتراف کردن که نه رهبریتی میتونن نقش رهبری داشته باشن، ولی اینکه بگم ما سیاسی هم نیستیم، چون که میدونیم کسانی که دارن استراتژی برای آینده ایران سیاست گذاری میکنن کسانی هستن که تجربه کار سیاسی داشته باشن، کسانی باشن که سالها کار سیاسی انجام دادن و میتونن و میدونن که چجوری باید از جمهوری اسلامی عبور کرد. ولی چیزی که الان مهمه اینه که همه میدونیم که باید از جمهوری اسلامی عبور کنیم. نه تنها ما از یک کشور تصمیم گرفتیم، بلکه تمام کشورهای خارجی، حتی این آمریکایی که ما خیلی منتظرشیم که بگه درهای مذاکره با جمهوری اسلامی بسته شده، اونها هم به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی دیگه مردم تصمیم گرفتن یا این تصمیم مردم ایرانه که با جمهوری اسلامی بره و اینه که این اپوزیسیون و اون کسایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن رو مجبور میکنه به کنار هم بیان و بشینن و تصمیم بگیرن که چطور میتونن با هم کار کنن. و خیلی کوتاه خانم بردوس، آیا اون موضوعی که گفتن که به هر حال مبنا دعوت نیست اونو شما رو راضی کرد؟ ارزیابی شما رو خیلی کوتاه راجع به این موضوع بدونیم. من وقتی میگم باید کار سیاسی، تجربه کار سیاسی داشته باشید همینه، چون که وقتی که در مورد سیاست و ائتلاف و برنامه‌ریزی صحبت می‌کنیم، وقتی گروه‌های مختلفی در یک کار سیاسی می‌خواد مشارکت انجام بدن، هر گروهی با پروژه‌ای میاد سر یک میز گفتگو با هم میشینن که این پروژه رو چجوری به نتیجه برسونن. اینجاست که من یه پروژه نمیام که به شما بگم خب شما می‌خواید این پروژه من قبول کن، بلیت مفتی میتونید بلیت نمیدونم اصلا یادم رفت دقیقاً اتوبوس مجانی بگید سوار شید. این دست درستی نبود متاسفانه که استفاده کردن آقای پهلوی. با تمام احترامی که به ایشون دارم که مطمئنم آدم بسیار روشنفکری هستن که آینده بسیار بهتر و سکولاری برای ایران می‌خواهند، ولی خب 100% اشکالاتی در این سخن بود، چون که موضوع آوردن پروژه‌های سیاسی، موضوع دعوت و گفتگو، موضوع این که چجوری در مورد یک پروژه میشه تصمیم گرفت و اون تصمیم‌ها چجوری میتونه به یک هدف برسه. اینجا نمیشه گفت خب اتوبوس من رانندگی میکنم، اتوبوسش حالا هر شکلی هست باید سوار شد چون که بلیط مجانیه، چون که این لفظ به نظر من لفظ زیاد جالبی نبود.